آقا مرادی جونم. یه لحظه به من گوش. یه قرار بذار هم دیگه رو ببینیم داستان چی میشه. که چونتو پاره کنم؟ کیر قابزن؟ کس قابزن؟ حالا ما یه کسی کردیم تو هم چون ما رو پاره کن. قبوله. میشه گوشی رو چقایه؟ یه دقیقه گوشی. آقا من الان صدا دختر دارم، میفهم یا نمیفهمه؟ شاید میفهم یعنی؟ سعی کن صدای منو بده. نه سعی کن تو در خوب در نمیاری. الو شقایه محسن کس اون ننت مادر جنده چرا دیگر لحظی در بردی؟ پردم پاره شد. چی؟ میگم پردم پاره شد محسن. بابا پردت خب میدادم خیاطی بابا پردت دیگه کسکش چرا بابات منو گاییده، بابات منو میخواد بکنه، بابات میخواد کیرشو وسط جاده بکن تو قلقوم من. بهت گفتم از جلو نه. حالا گفتی این شیرم تو مغزت، الان ببین زیر دل من درد گرفت. شیرم تو اون دهن لکت. کسکش میدم بابام بکنتت. کسکش تو قرار بود بدی بابات منو بکنه، چرا به خودت به من دادی دیگه؟ مگه بهبستونه؟ مگه مدرسه ابتدایی من اینو بکنم تو همونو بکنی؟ کسکش کجایی محسن؟ سر قبر پدرت جاکش. محسن آهنگ چیه میزنه؟ چیه تو مغزه؟ موبایل بابای کسکشم زنگ زد. محسن بابام راست کردی میخواد منو بکنه. بابات صدا رو میوت کردم. یه دقیقه صبر کن دیگه. این صدا دختر بیشتر دارم میفهم شک میکنه. الو آقا ردی گوشی ببین من خودم امشب دخترم رو میکنم، فردا صبح میام مادرتو میکنم، فردا صبح میام پدرتو میکنم، فردا صبحش بیام خارتو میکنم، پس فرداش بیام خودتو میکنم، پس فرداش بیام تمام آدمای محلتونو میکنم. انقدر میکنم تا پوست کیرم بشه این پوست